در باید بشکنه. الان دقیقا ساعت 3 صبح و بند ساعت 6 صبح باید بیدار شم و برم سر کار. ولی خب به نظرم بهترین موقعیت بود که تنبلی رو بذارم کنار و بالاخره بعد از 1 ماه بیام خریدای جدیدم رو با هم آنباکسش کنیم. اولیش به مناسبت تیشرت جدیدم از این گیرای صورتی زدم. یه دونه از این بالمای لب گرفتم از برند هیدرودرم. وای خیلی خوبه. ببین اونقدر چرب و سنگین نیست ولی در عین حال خیلی بوی خوبی داره. قرمز رنگم هست. خرید بعدی این هایلایتر کاریستاه که رنگش این شکلیه. یه صورتی خیلی بامزه و نازیه. یه دونم از این ماسک صورت‌های وارمی خریدم. خب من یه بار ازش استفاده کردم. قشنگ موقعی که استفاده می‌کنی پاکسازی خیلی خوبی می‌کنه و قشنگ 1-2 درجه پوستت روشن میشه. یه دونه از این شامپوهای کنتو خریدم. با توجه به استفاده‌ای که من داشتم بهتره که شما از یه شامپویی که تمیز کنندگی بهتری داره استفاده کنین تو مرحله اول و بعدش برای اینکه موهاتون رو خوب بهتر بتونه آبرسانی کنه از این استفاده کنین. بعدش خیلی باند پیچی شده فرستادن ولی با توجه به این همه باند پیچی شدنش درشو میبینین شکسته. این در باید بشکنه. حالا این ژل موی کنتو اونقدر ژل موی قوی نیست واسه موهای فر و اینا. خب یعنی مثلا با استایل کردن و اینا قشنگه واقعا. الان من این در کثافت چیکار کنم؟ همین دیگه. اگه دوست دارین آنباکسای بیشتری واسهتون بذارم لایک کنین حتما. فعلا بوس بای.